اگر دستت رو از خوبم نگیری رویت پچق میشه. گیر گیر گیر. گیر. آفرین. نگاه کن چه خیلی خاصی شد. حجت رو هم با آسانه گرفتیم، حتی از بینش خون نآمده است. باید همین خیالم شود. خون ناحق ریختن این کار ما نیست. رفتم اتنا، باز چرا انتظاری؟ حجت ها تمام. بمانده ببینم چی بود است که برایش اینقدر جان کاهان؟ از اتنا یگان خبر نیست. نجیب باید کیها نیست نابود میشد. انیق در اینجا یگان گپ هست. بیا با ماشین میشینیم. یکیت میرویم. کمتر مهمانمون میشوی. تو را میشناسم. نامت ثابت. نگوی که تو را آگاه نکردم. به سرت بلا میاری، فهمیدی؟ بلای عظیم. آدمانی توی با اجازت من بینم. الله، چرا ماشین رو نترکاندی؟ یک واقعه غیر چشم داشت روی داد. چی به عقلی اتنا؟ مرا میشنوی؟ اتنا بیکس تو رو یک چند مدت نمیشنود. تو که هستی؟ ثابت. در یاد آوردی؟ ثابت میرویم یا نه؟ جواب این رو میدی ثابت. تو را با دستی خودم سر میزنم. دانسته باش سر ما به صاحب نیست. حالا میبینیم. همتان را یک یک یافته میکشم. بعد صحبت میکنیم. دختری زیبایت در دستمان است. تو را باز زنگ میزنم. پیشتگار حجت را انتظار است. مایلش بیا رفتیم. خانم ها از پیش. لبای نجیب سردار. ما تایاریم. زبین آیدهش در جای بخطر است. یگان کس آمده بود؟ نه، همه جا آرام بود. موسیقی کاری خوب نبوده است. یه اینکه در آخر از این کار دست باید کشید. فهمیدم. برای آگاه کردنت تشکر. نه هیچ گپ نه نجیب سردار. تا وقتی که از دستمان می آید در خدمت هستیم. مرا به کجا میبرید؟ با تو یکشان سوال میدهم. از من هیچ چیز رو نمیفهمید. بیهوده امید نبندید. اینش رو میبینیم. چشمانی رو ببندید.
شما چی کار میکنید؟ شد آرام شو. خوش آمدید. حجت را گرفتید؟ گرفتیم جناب. خونده می توانید؟ با ترکی نوشته شده است. من ترکولوژی خوندم. عثمانی خونده نمیتوانم. متاسفانه نجیب و زمین را کشته نتوانستیم. برای چی؟ در همان سنگ گذاشتند. اتینه را دستگیر کردند. لعنتی ها. برای چی میخندی؟ لطیفه خیلی خنده آور بوده است. چی خیلی لطیفه؟ لطیفه بکتاشی ها. حجتی در دستم بوده با کجاندن ارمنی ها علاقمندی ندارد. در اینجا لطیفه درباره بکتاشی ها است. کسی شما رو خیلی سخت گل زده است. شرمندگی است. با آدمان نغمه بازی میکنند. یک دقیقه آرام شوید. چی خیل آرام شوم پسگار؟ چی خیل؟ باید حجت را میدوزیدید، نتوانستید. عوض کردن خواستید. باز زیوند را با دست خود به آنها دادید. برای چی میخندی یگید؟ یگان چیزی خنده آور است. برای سردار میخندم. انیق این کاری او است. یک متخصص جغ زند و این حجت ها را بیند. خوب سردار. نجیب سردار، این از کجا به عقلتان رسید؟ محترم دادستان، عقلی که دائم رو به سوی صفا دارد چرا باید که به سوی اندوه بنگرد؟ نجیب سردار، با شما چقدر تشکر گوییم کم است. تشکر ما را نجات داد. استغفرالله، ما وظیفه ما را اجرا کردیم. با یاری شما دو کشور با هم دوست می شود. این آدمان کوشش کرده استادند اما بدتر شده استاده است. با اجازت شما رویم. سلامت باشید. رفتیم پسرم. لیکن چند مدت شما را زیر نظارت باید گرفت. با شما 2 محافظ میگم. تشکر آقای پرکرار. تشکر اماکی نجیب. نمیارزد؟ انه این از تو زیبت خانم درست خوانده است. این حجت با کوچانیدن این ارمنی ها یگان علاقه ندارد. در اینجا تنها لطیفه های بکتاشی نوشته شده است. حساب در اینجا با آخر نرسید پسگار. و رفیقان بیرون در خارج کشور بوده هم حساب کتاب میکنید. برای این خطای کردهتون هم دیاسپوری ارمنی ها با مشکلات دچار میشود و هم هجوم به دیاسپوری ما که زود استفاده میبرید هم مرا در عذاب میمانید. اکنون نمیدونم چرا استفاده برده دولت ترکیه را مجبور میکنید کار کند. اکنون با مشکلات دچار شدنتون رو خوبتر میفهمم. اونقدر بی تجربه بودنتون رو شنیده بودم
рост будааст. яъне ба монанди наҷиб сардор бачаи хонадони камбағали анадолу ба сари шумо бар инҳо кӯлоҳ гузоштааст. акнун ба даруни ҷавонҳо даромада чун ангуштарин рус шуда нишинед. аз ҳад гузарондед. гузаронда бошад чӣ мешавад писагор? бо ман ҳеҷ кас ин хел гап зада наметавонад. бояд коротонро дуруст мекардед. илтимос ором шавед оғои араб. агар хоҳед ба меҳмонхона равед, намехоҳам баъд аз чунин муносибат пушаймон шавем. илтимос. роҳ гарданҷилик меравем. зуд бо худат одам гир ва ба хонаи йигит рав. чаро? йигит бояд фикр кунад ки маликаро аз хона икате гурезондааст. фаҳмо. хонаро парешон мекунӣ, ба йигит занг мезанӣ. малика дар дастамон аст мегӯӣ. зуд рав. нигоҳ кун ба сарамон чиҳо омадааст. дар роҳи рост меравем, ба девор бармехӯрем. фаҳмидан намешавад. намехоҳам ки муносибати хубамон чунин тамом шавад. шахсан ба ман фарқе надорад. ман аз шумо ранҷидам. балки тафаккуратон заиф аст. пикас шуморо интизор аст. меравем. حالا با تو وا میخوریم سایه. در روی خط سیاه نامت جای مخصوص دارد. حجت را نگرفتیم. اتنا در دستی کته است. تو برای چی در اینجا هستی پیکاس؟ برای چی آمدی؟ جناب، خطایم را قبول میکنم. البته قبول میکنی. مرا گوش کن پیکاس. یا عقلت را به جایت مان یا من سرت را میگیرم. مرا فهمیدی؟ همش را روزهای نزدیک درست میکنم جناب. درست میکنی؟ چی را درست میکنی؟ چی مانده است برای درست کردن؟ اگر اتین گپ زند چی؟ اگر بلبل بر این خانه چی کار میکنی؟ از کجا میدانی که کمی بعد آدمانی مرد ایوین به اینجا حمله میکنن پیکاس؟ جناب، اتینا در دست آنها باشد، قرخان در دست ماست. ایکاتی هنوز خبر ندارد که ما قرخان را میدانیم. درست؟ کارتا بولای کارتا. سر دهید گفتم. سر ده. گرسنه‌ای؟ از دست شما هیچ چیز نمیخورم. آرام باش. آخر نو شناس شدیم. اولین رفتار بسیار مهم است. شما کیستید؟ من ثابت. اگر خطا نکنم تو هم اتینا. یکی از آن 3 نفری که یگان کار از دستشان نمی آید. این رو وقت نشان میدهد.
ҳеҷ кор карда наметавонед. ба фикри ман метавонем. мисол гап зада ҳал карда метавонем. бароятон гапи мегуфтагӣ надорам. ба хонумҳо даст бардоштанро одат надорам, лекин лагат ҳам аз ҷаннат баромадааст. ин ҷо истифода бурда мешавад. اینجا بیا. آرام باش. با من نرس. با تو میگویم آرام باش. ایستا. ایستا با تو میگویم ایستا. پنده دورا. ایستا. آرام شو. ایستا. آرام شو. رفت. بیا یگید. پیشتر فرصت نبود برای شناس کردن. محترم پیسگار، سردارمان. از دیدارتان شادم. دربارت خیلی شنیدم. پیکاس دربارت خیلی گپ زد. جناب، یگید به مانند پدرش خیلی مردی وطن دوست است. به مانند پدرش بودن را شبهه ندارم. شما او را میشناختید؟ البته پیکاس و من نزدیکان او بودیم. محترم پیسگار، دستی راستی مرد ایوین بود یگید. پدرت پیش از مردنش پرچم را به ما سپاریده بود. باوری دارم اگر حاضر تو را میدید خرسند میشد. وقت شاید ما هم این پرچم را به تو میدهیم. برای وطن جانم را هم دریغ نمیدارم. مانده شده کمی دم گیر. درباره حجت فکر نکن. خطای تو نبود. شما را در خجالت ماندن نمیخواستم. باشد هنوز نو سر کرده ایم. الو سویا، یگید از اینجا برآمد، به سوی خانه می رود. تا آمدن وی ما کارمان را تمام میکنیم. ببخشید. گوش کنید. چی میخوری؟ ببخشید. با این سراغ چقدر رفتم میتوانم؟ ایستاد. 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 شما کی هستید؟ ایستا. سیدت صدای را میشنوی؟ سیدت جواب ده. خدایا برای چی جواب نمیدهد؟ سیدت 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 دست چی؟ اینها را زود نیست کنید. باز در خانه کارمان هست. ساعت هم خیلی دیر شد. ملکه هم بسیار خواطر شد البته. نجیب سردار ما را خیلی باب کرده ده. لیکن البته قصورش را میبراریم. آفرین سردارم.
اکا ساموسا خیلی بامزه است میخورید؟ حاضر نشان میدهم به تو. باید یکی فکر کند که یک کته به خانه در آمده است. تو هم خب لعنتی. اکا کودک رو چیکار میکنی؟ کش. ایلش اکا چی کار میکنی تو لعنتی؟ چی شد؟ پسری یگیت است وای. زود همه رو تیت کن. فکر کنند که یک کته کرده است. این محافظان کجا باشند؟ در گشاده است؟ اینجا چه حادثه شده است؟ بیا پسرم بیا پسر جان شد آرام باش پسرم. پدر در همینجاست آرام باش. ملکه در کجایی؟ باز همان ها حیوان ها. در اینجا باش پسرم. من حاضر. ایست بگویم. عروس شونده در دست ماست. شما کیستید لعنتی ها؟ کیستید بگویم؟ کته روزنامه را با ما ندی نامزدت میمورد. گوش کن مرا. اگر یک تاری موی او کم شود همه تون رو میکشم. فهمیدید؟ همه تون رو یک کس نمانده میکشم. فهمیدید؟ حیوان های رزیل سزای نامردیتان را البته میبینید حرامزاده ها. از کی باز در نزد مرز هستی؟ درباره چی گپ میزنید نمیفهمم. با فکر من خیلی خوب میفهمی. یعنی خبر نداری که مرز جاسوس بودنی تو رو میداند؟ پول کرایه اینجا رو کی میدهد؟ خیلی جای زیبا بوده است. غم نخورید. با مانند شما مواد مخدر نمیگذارانیم و صاحبکاران را اغوا نمیکنیم. نباشد چی کار میکنید؟ آدم ها را گریزانده پول طلب میکنید ها؟ روزنامه میخواهیم. روزنامه مرد ایوه. سردار راست میگفته اید. همراهی گیت یک نفر را گذاشتن گفته بودید کو؟ کی بودنش معلوم شد. حیف یگید بر این آدم قربان این خیلی آدم شود جان آدم میسوزد. با مانند یگید هزارها جوان را همین خیلی حسی ملی و معنویشون را استفاده کرده پایمال کردن. روزنامه نگار ارمنی را پراندگی جوان همینطور نبود؟ بله همین خیل بود. متاسفانه فریب کرده به دستش سلاح دادند. یگان علاج که نداشت خودش را نجات دهد، لیکن به تشویقات آنها باور کرد. جنایت کرده فکر کرده است که قهرمان شده وطنش را نجات میدهد. یک قسمشون خلق را وطن از دست می رود، وطن تقسیم می شود گفته از دستشون چیزی که اومد کردن با بچه ها سلاح داده آنها را جنایتکار کردن.
یک قسمشان خلق را وطن از دست می رود، وطن تقسیم می شود گفته از دستشان چیزی که آمد کردند. قسم دیگرشان باشد به دست این بچه ها سلاح داده آنها را جنایتکار کردند. متاسفانه در این سن سال آدمان جنایتی کردهشان با وطنشان چی ها می آورد و با بازی های که ها دچار شدنشان را نمی فهمند. انسان برای این بازی ها را فهمیدن باید سالشان کمی گذشته باشد. پیکاس زنگ میزند. در این وقت جواب ده. لبای پیکاس. قراخان در مسئله حجت یک دیگرگونی شده است. پیسگار عاجلا همه را با مجلس جیغ میزند. مایلش حاضر می آیم. چی گپ؟ پیسگار همه را با مجلس جیغ میزند درباره حجت. پیسگار را میدونم دیوانه شده است. با اجازه سردارم من روم. قراخان با دقت باش، در این وقت جیغ زدنش با خیر نیست. اگر خواهی در اینجا من نرو. که ها باز گفت و شنید کردیم سردار. برای وطن جانمان فدا. از آنها نمی ترسم. قراخان با پای خود به سوی اجلش می آید. اگر ملکه در دستشان نمیشد، نمیشد، با دستان خود کلش را میبریدم، پس به مرد ایوین روان میکردم. سردارم یگیت آمده است. یعنی سایه کار را حل کرده است. بیاید. پیکاس آن ناکس را چخل میابیم؟ از کجا میابیم؟ آرام شو یگید. کی را میکوبی؟ کی را میکوبم؟ این کته را. آرام شو جوان. چی شد؟ این کته نامزدی مرا ربوده است. با این وزش روزنامه را میخواهد. ملکه را اسیر گرفتن. آنها آدمانی پست. روزنامه چه علاقه دارد؟ در دست توست؟ من هیچ گونه روزنامه ندارم، میفهمید؟ میلش آرام شو. غم نخور. ملکه را با دستان خودشان به ما میدهند. چی خیل؟ یک آدم مهم آنها هم در دست ما هست. خبر نداری به فکرم. بین ما یک آدمشون رو ماندن. قراخان گمشته ایکته بوده است. برای همین هم نجیب سردار همه معلومات ها را میدانست، همینطور نه؟ یعنی وی ناکس خبر میبرد. پیکاس این نامرد در کجاست؟ او حالا می آید. گپ همین. از شما التجا میکنم وی رزیل ناکس را غیر از من هیچ کس نمیکشد. бори аввал дар тоҷикистон узвуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ кохи борбад 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания хандин камон шакарханд санакҷон як косаву биёр. чӣ? очай бикавазика кайфулову мастуло арабшо компания рафтем. Так точно. ровии маҳфил аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид суруди ҳаҷвӣ саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи оғоздиҳӣ аз толор сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ваз 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28
907 59 28 28. خدایا چشم میزنی من در راه هست و فکرم آرام شو اینقدر گریه نکن پیچر جانم. من فکر کردم که مرا انتظاری. چی شد؟ برای چی فاتح در اینجا؟ سری ملکه درد کرده است. یگیت برای دارو رفته است. فاتح رو به من موندن. حالا سری ملکه بسیار درد میکند. چی گفتی نجیب؟ هیچ چیز نه. یک با یگیت زنگ زده پرس ملکه چی شده است؟ خوب است میگذرد. سردرد نه، این تردد پیش از توی باید باشد. خدایا این چوچک در کجا باشد؟ اگر این خیلی گریه کند خوابی همه رو میپراند. شیطان باید دائم در عذاب باشد. نجیب 2 دقیقه کودک را دار. وای خوابش برده است. ما در خانه دور میزنیم وی آمده خواب میرود. زنک من همه گفت را میشنوم. از در پیش دراره. تو خانین رسیل. چی شد 1 دقیقه؟ به کجا بردت ملیکه را لعنتی ها؟ به کجا؟ جواب ده به من. تو چی ها میگویی؟ درباره کی گپ میزنی؟ پیکاسین چی میگوید؟ درباره کت گپ میزند. روزنامه را میخوایی ها؟ انا با تو روزنامه. انا با تو. بگید وای به ما زنده لازم است. چی شد؟ یکان چی نفهمیدم. خرخان مثل که از هیچ چیز خبردار نیستی بازی نکن. کی بودنت را و برای کی کار میکنی میدانیم. اکنون درباره‌تان همه چیز رو میدانم. مرگتان نزدیک شده است. زورتان به اون نمیرسد. به مانندی من 10 ها 100 ها 1000 نفر است. خرخان همه‌اش را مییابم. البته مییابم. ملیکه در کجاست؟ مرس خراخان مرس چیزهایی که است نمیدانی. سگی خوی این گفت نامزدی یکی را به کجا بردید؟ خانه را چپگردان کردید. در وی خانه کودک 2 ساله‌ای بیگناهی بود. گبزن نباشد من تو را مجبور میکنم رزیل. گبزن میگویم. یگیت سایه یگیت را به بیرون برار. مایلش بیا به بیرون بروی. بیا رو یگیت بیرون برا. بیا رفتیم برا. حیفان چه خیلی که فکر میکنی خیلی نیستی. اگر این رزیلان به ملیکه به نامزدی من یکان ضرر رسانند بعد میبینم که من چیکار میکنم با آنها. سرده برو. حاضرانو جون
حاضر رانا جون من تو رو میدونم تو مرا هر دویمون آدمانی کلان سال هستیم میدونی دلم به دلت محبت بسته است این خیل شد خاندار شدن شرط شد این هم به من درد شد یا نه این خیل باشد بیا با من خاندار شو این چی خیل اعلان عشق است چی گفتنت رو خودت حتی نمیدونی مندو این چی خیل تکلیف خاندار شوی است با دیگر دولت نوتا میدی تکلیف خاندار شوی میکنی یک کف تو مندو کف رانا با مانند تو انسانی زیبا به دنیا نامده است به این هم آمده نمیتواند خوب دوام ده لیکن بیا من باز کس چسبید نه من نمیتوانم این را گفته اوف خدایا اوف چقدر کاری مشکل بوده است این توکل به خدا دادا کجا شد این نکه ممدو؟ حاضر میآید باید نون می آورد 1 ساعت شد نون نیست با مکتب دیر میکنیم مادرتان در کجاست؟ در بالا با اپای رانا لباس عروسی میدوزند فاتح آوازش نمیبراید؟ خوب است دادا صبح بخیر خیلی شکر آقای مندو شما کجا شده؟ این چی است؟ در مشق بودم سردار چه مشق؟ امروز میگویم سردار انگشترین رو هم گرفتم چیزی که نشود میگویم کارد را بکده گوش کن ممدو بچه راضی شدن را فکر کن کسی که به این کار داخل می شود 1000 نه 2000 بار پشیمان می شود برای همین در جوانی حیاتت را نسوزان گوشت یا قیمه نمیدونم سردارم از این راه پس گشته نمی شود از موی سرش میدارم و میگویم یا از من هستی یا از زمین آفرین به تو جلال عدنگی و مثل قشلاقی ها حرف میزنی خدایا توبه تو چیکار کرده ایستادی؟ تو تکلیف خانه‌دار شوی میکنی یا به جنگ میروی؟ خوب فکر کردی؟ تیارم سردار رانا چی؟ وای تیار است؟ آیسته فرا انا میخیل صبح بخیر خیر چی خیل؟ خیلی زیبا شده اید خیلی که فهمیدم رانا که ها روز سوختم سوختی سوخت؟ چی سوخت؟ علف مرمره؟ چی شد باید کار کنیم ایستا توبه صبر کن خری خواجه نصرالدین شدی آیسته پسرم با دستت کوه ها رو چپه کردی عاشق شده این پسرم؟ میبخشید سردارم میبخشید عاشقیش ساخته است سردارم وعده دی که آروم میستی تو رو میکشایم براحتی نون میخوری از نون و قهوه‌تون بیزارم مایلش خودت میدونی تکلیف کردیم مجبور نمیکنیم این دختر دردی سر است سردار دلتنگ شدید بله خیلی زیق هستم از وقتی که قراخان با مجلس رفت از یگان خبر نیست غم نخورید قراخان کارش رو میداند بر عوض دختر روزنامه رو میخواهیم بله نباید در دستی وی آدمان باشد ایستا تا چای ها تیار شدن در اینجا میستی با من اجازت من روم رانو جان چای نخورده میروی؟ چی کار بود است ممدو؟ ایستو با کجا؟ با کار ایستو من هم میروم یعنی میبرایم تو رو میبرم چی
چی لازم جانم؟ خودم میروم. چی میشود که ممدوح برد؟ акай наҷиб мегӯдок имрӯз ба шумо ягон кор дорад? не имрӯз иҷозат гирифт бо ту кораш будааст. чӣ кор будааст мемду? корҳои майдачайда. сардорам роҳат бош, шумо равед кунӣ. хайр рафтем. хӯрданро давом медиҳем. хӯрданро ҷӯраҷон қаҳрамро набиёр. бе ин ҳам асабиям. чӣ шуд? барои чӣ асабӣ? ҳеҷ гап не. малика дар куҷо наметобад? каме нотоб аст. ман барои гирифтани писарам фотеҳ омадам. майлаш ҷӯраҷон, то боздид. чӣ шуд? шумо ба куҷо? ба худо намедонам ки бо ин девона ба куҷо меравам, лекин бо ман биё, бисёр гап назан. гуфтам ку девона. то боздид. то боздид. акайги чӣ ҳол доред алперен? хуш омадед. саломат бошед. хуш омадӣ йигит. саломат бошед апайҳонер. акаи наҷибат хӯрок мехӯрад. фотиҳ ҳам дар боло хоб аст. ту ҳам даро. не ташаккур апаҷон. о киҳо омаданд марамат кунанд? не сардорам, наметавонам. ман аз шумо фақат як хоҳиш дорам. марҳамат. фотеҳ метавонад бо чанд рӯзи дигар дар хонаи шумо истад. худоё, ба малика чӣ шудааст? ҷонам, нафаҳмидӣ? пеш аз туй ҷанҷол кардагистанд. не сардорам, чил ҷанҷол. фақат каме нотоб аст. мешавад, дунё ҳамин хел. зану шавҳар будан мушкил аст. нигоҳ кун, ману ҳунер 20 сол боз хона дорем. лекин ҷиҳати мусбии хонадории мо ин ба якдигар бовар кардан аст. иншоалло мо ҳам аз шумо сабақ мегирем сардорам. иншоалло, иншоалло. иншоалло. хайр, ба ман иҷозат. иҷозат, иҷозат. ин сигналро дар таги пӯста ҷойгир кунем, ҳатто ба таги замин равад ҳам ӯро меёбем. ба монанди ин сигнал боз фикрҳоро мехондагӣ биёранд, корамон осонтар мешуд. фикрҳоро хонданро ба ман гузор. ин кори ман. 40 сол боз фикрҳои ин миллатро мехонем. лекин инро баъд аз телефонҳоро гӯш кардан мекунед. манам майдаяк. дар бораи гӯш кардани телефонҳо дар охирон амалиёт ҳайрон шудам. ҳамаи судро бар зидди ҳукумат хезонданро муваффақ шудӣ. муҳтарам писагор, ҳукумат телефонҳои ҳамаро гӯш мекунад. фаҳмидед? далелҳоят бо якчанд сабаб лозим ҳастанд. нақшаамро гӯям. ҳукумат судро бо гӯшкунӣ муттаҳам кард. сарқонун гуноҳро мебинад гуфта ҳамаро ба пой хезонд. ҳамин тавр дар бораи маҳкам кардани ҳизби ҳукумат даъвои нав сар мекунем. вай майдаяк, вай. дар ин давлат ба монанди ту равоншиноси таҷрибадори қавӣ дигар таваллуд намешавад. додстонҳои эркенконду чӣ? бо онҳо ҳанӯз ягон кор накардем. бепарво будани додситонҳо ва суди олиро ҳама вақт ба воситаи хабарҳо медонем. чиро шумо медонед? гапи охирро суди олӣ бояд мегуфт. аз ҳозир барои корро вайрон кардан баҳонаҷӯиро шурӯъ карданд. ҳамин тавр не оғои маникая? ҳамин тавр суди эркенкондурро як зарбаи сахт мезанем. гапи охирро дар қарори суд ба ҷои суди олӣ гуфтан, барои қарори суди эркенкондурро вайрон кардан як чизи оли ҷаноб мебуфем. дар анқара телефонҳои одамони калонро чанд сол боз гӯш мекардем. дар коргоҳи ҷунайдсарӣ ва хуршед телефонҳои одамони калони ҳукуматиро
و کسی را که خواستیم گوش کردیم. دیگر تجهیزات را حساب نمی کنم. بار آخر در طربخانه هنگام گوش کردن قریب جانمان می برآمد. خیریت که ما رادیو، تلویزیون، ژورنالیست ها و وسایط اخبار خصوصی خود را داریم. همه این گناه گوشکنی تلفن ها را با حکومت بار میکنیم. آوازها حقیقت دارد میگوییم. دادوای را با قوت کرده مثل که همش را حکومت کرده رفتار میکنیم. این را تشویقات سیاه میگویم. راضی هستید که سود تلفن ها را گوش میکنن گفته غوغا برداریم، حتی تلفن های حکومت را هم گوش میکنن گویان همایش اعتراضی کنیم. خیلی خوب میشد. روز 28 فوریه در دعوای کرات خیلی موفق شده بودیم. کای مایده که من 3 سال مسیحای من میشوی. سال 2011 در انتخابات دولتی اقتدار را به دست گرفته اداره کنی حکومت ضعیف را از بیرون میخواهم. فهمیدی؟ خوش. سال 2012 انتخابات رئیس جمهور است. به مانند پروفسور حاضرال یک نفری به وظیفش آماده را میخواهم. سال 2013 در ستاد یک هیئت نوی فرماندهی میخواهم. این 3 سال به من 30 سال برد میکند. میدانی که مینیک؟ شما 30 سال این دولت را برد کنید؟ من هم تاریخ این را نوشته 30 میلیون دلار برد میکنم برای دعوایمان عذابهایی که در زندان خیمانه کشیدم. فکر میکنم در لب بوسفور یک خانه را از من بالا نمیدانید. انا تمام. خبررسان را جایگیر کردم. خوب. خبررسانی جایگیر کرده شده رو چیکار میکنید؟ بعد از عوض کردن از پس شده مرد ایوین را میابیم. وقتی که یافتیم فهمیدی و فکرم. فهمیدم. قراخان را با هوش میارم. بیدار شو قراخان، بیدار شو، روز شد. بیدار شو. چقدر بود دارم؟ بیدار شو. سلام پیکاس. با دادو گرفت آماده هستی؟ آماده هستیم. بسیار خوب. روزنامه رو بیارید، ملیکه رو میگیرید. بعد از 1 ساعت در آبانبار عمرلی. راستی من یک چیزی از همه مهمتر دارم. همینطور؟ چی بوده است؟ گبزان. ثابت. قراخان خوب هستی؟ باز ناید. چه خیلی که میبینی بازار هر خیلی است ثابت. بیناموس ها. بعد از 1 ساعت در آبانبار عمرلی وا میخوریم. با فکرم کارهایت به مثل نقشه های کشیده‌ات نشدند. سردار، آنها قراخان را فهمیدند. حس میکردم، میدانستم. بعد از 1 ساعت وا میخوریم. شکر خدا که ملیکه در دستمان است. نباشد او را زنده نمیگذاشتم. ثابت، با دقت باش. میتوانند محاصره کنند. آدم ها را با خودت گیر. غم نخورید سردار. وعده میدهم که قراخان را زنده و سلامت به شما میارم. انشاءالله. کارتان تمام شود به نزدم بیا. نامزد یگیر در دست آن حرامی ها.
چی کاری که نکنیم باید خلاص کنیم. اگر لازم شود برای همین میموریم. هوشیار باشید، نمیخواهم خطاگی شود. غم نخور، نامزدت رو خلاص میکنیم. تشکر. چشمت را کشا چشمت را کشا. شد یگید شد. چه خیلی که میبینی این خیلی نیست یگید. دمت را گیر. یگید تو با پیش گذر. مرا گوش کن. دهان شده باز یک کلمه گفتی تو را به ثابت نمیدیم. فهمیدی؟ رفتیم. بابام نرسید. رفتیم. بابا تروگیر راه کرد. رفتیم. سردی خوش باش راه کرد. چیکاری که نمیکنی قراخون رو سلامت بگیر ثابت. او مثل پسرم است. من غم فرزند رو نکشم. انشالله یگان جایش ضرر ندیده او را میارم سردار. برای چی مرا با بالای کوه برآوردی؟ با من این خیلی نگاه نکن. به این هم گپ زدن نمیتوانم. حالا آرام ایستادم لیکن هر لحظه با مانند ولکان کفیدم میتوانم. خدایا چی گپ شد؟ ولکان کفید. ای بالون کفید. اوف همینش باز نمیرسید. یک کار رو درست کرده نمیتوانی. چرا تو اینقدر ناودقه رو هستی؟ آرام شو حل میکنیم. این کار مشکل باوری دارم که حل میکنی. اوف کار دارم دیر میمونم. تو نمیفهمی. زودتر بالون رو عوض کن. باید گفتگو کنیم. کنی گپ زن. چرا مرا به اینجا آوردی؟ دلپذیر شود گفتم. کنی گپ زن چی گفتنی هستی؟ وگرنه دیر میمونم. حاضر رانا جان. حاضر رانا جان من تو رو میدونی. من هم تو رو هر دوی همون آدمانی کلان هستیم. من هم آدمی کلان هستم. گپ زن آخیر. قهر رو نیار. عصبی هستم. میترسم که یگان گپی خط میگویم. خدایا یگان چیز گفتنی هستی یا نه؟ بیا من بالون رو عوض کنم و زودتر از اینجا رویم. ایستا من عوض میکنم. اوف خدا تو با دستگیر خدایا کمکم کن. زبانم رو کشم. به اجازت به خانه ها نمی در آمدید. به کودکان و زنان کاردار نمی شدید. ما به خانه ندر آمده. این دیگر موضوع است. دفعه گذشته با آسانی خلاص شدی. این دفعه خلاص نمی شوی. خانم ملیکه را آوردید. آها. قراخان چی؟ قراخان در همین جا. ملیکه چی حال داری؟ التماس مرا از اینجا بریگید. صبر کن. کم مانده است. صبر کن.
تمام شد. آفرین آفرین. از دهانت گپی فایده‌ناک نمیبراید، لیکن دستانت کاری نکرده میتوانند. رفتیم. باز کمی ایستو. یک گپ دارم. ممدوک مرا دیوانه نکن. چیزی که گفتنی هستی بگو. یه با من داد نزن. چی داد میزنی؟ چی شد ممدوک؟ خوب هستی؟ خوب نیستم. هیچ خوب نیستم. با امید تکلیف خانه‌دار شوی شیر مادرم رو از بینیم برآوردی. تکلیف خانه‌دار شوی کردنی بودی؟ خرچه نمیتونم. تو رو دوست میدارم. تا آخری عمر زنم شو. یک عائله خوب برپا کنیم. حولی 6 تا کودکمون شود. در حولی بازی کنند. اگر خواهی 11 تا. مالش 4 تا. چی کار کنم؟ کودکا رو دوست میدارم. رانو گوش کن. تو رو خیلی دوست میدارم. حاضر قلبی من رانو گفته میزند. اگر خواهی گوش کن التماس زنی من شو. اگر این انگشتانی رو قبول کنی از همه خوشبختترین مرد میشم. برای تو رو از همه زنی خوشبختترین کردن از دستم چیزی که باید روزی هستم که کنم. خوب هستی؟ اینها تو را آزار ندادند؟ من خوبم. خیلی مهمانداری خوب کردن خواستیم، لیکن کمی مشکل است. وای همین خیلی است. با آدمان دورایه و خائن مراسا کردن نمیتواند. اگر بار دیگر این کار را تکرار کنید جایتان را یافته جزایتان را میگیرید. باور کنید من تا جزای شما را ندهم در این دنیا آرام بودن نمیتوانم. استید ناو سر کردیم تا باستی. خوب هستی قرخان؟ بخشش که این خیر شد. سردار خبر داره؟ دارد. ما را انتظار است. فکر نکن این کار بسری هم آماده میتواند. چه خیلی فهمیدن نمیدانم. لباس ها رو دهید. لباس های خلقان را باید عوض کنیم. ساعت، گردن بند، چیزی که داری برار. خبررسان را جای کردنش ممکن است. آنها کیستند یگید؟ رئیسم آقای کوبیلای و عضو شرکت آقای گوکمن. حادثه شده را فهمیده فوراً به کمکمان آمدند. یگید به مانند دادرمان است. او را در این خیل وضعیت تنها گذاشته نمیتوانستیم. سپاسگزارم. همش گذشت ملکه. تشکر. یگید درباره شما هیچ چیز نگفته بود؟ فرمایلش در این خصوص بد گپ میزنی. سایه تو به کارت رو. من همراه یگید میروم. کی میداند چی میشود. بعد از این احتیاط کنید خانم ملکه. تشکر. لباس های قرخان را نیز کنید. آفرین ذوق بلند داری. به خدا زیبید. مایلش یعنی همه گویی؟ نه یک فکر میکنم با یک خلاصه بیاییم از خود کلانان را پرسیم خانه داشوی کاری جدی است. سراسیمه شدن در کار نیست ممدو. گوش کن رانو با من بازی نکن. حاضر خود را با پایان میپرتایم. تو دیوانه هستی ممدو؟ در راه راست از کجا خود را با پایان میپرتایی؟ نباشد با آب میپرتایم.
ҳар шаб бароям гирья мекунӣ. мемду хӯроки моҳиҳо шуд гуфта. худоё гапой беҳуда назан. фикр мекунам гуфтам не нагуфтам ку. гӯш кун. ин ангустарин дар ин ангуст бошад ҳам аз миллион танҳо як шанс дорӣ. ту инро қабул кун, баъд ба ту аслашро мехарам. чӣ? шӯхӣ 2000 лира додам. худои тавба, медонӣ чӣ мемдук бо ин хел чизҳо шӯхӣ намекунанд. яна пике аст, кубилаи шоҳин, атена яъне малика соилу, марс яъне йигит гундузалб, соя яъне гукмемпесен. телефонҳояшонро гӯш бояд кард. телефони дастии хона кор ҳамашро бояд гӯш кунем муҳтарам додситон. наҷиб, медонед гӯш кардан он қадар хуб нест. телефон гӯш кардан 10% кор аст. барои ман асосу далелҳо лозим аст. инҳоро шумо меоред. шабу рӯз барои ҳамин кор мекунем муҳтарам додситон. ғам нахӯред. ин давлат инҳоро онром намегузорад. пике аст, марс, атена ва барои муайян кардани эркин конду бароятон 6 моҳ вақт мегиҳам. кофист? бо кӯмаки худо 6 моҳ кофист. ҳатто зиёд аст муҳтарам додситон. худо нигаҳбонатон. агар пикас чолокӣ намекард қариб мефаҳмиданд. чӣ мешавад ки як қароргоҳи гӯшкунӣ дошта бошем? пештар на танҳо вазиру сарвазир, балки парвози кабутарҳоро мешунидем. мешавад, чаро нашавад. як қароргоҳи гӯшкунӣ мехоҳам ки ҳамаи телефонҳои анқараро гӯш карда тавонам. дар анқара ин қароргоҳ аз ҷои ҷунайди сарӣ ва дар кипр ки дӯстамон маркази гӯшкуниро идора мекунад беҳтар бояд шавад. соли 2011 иттифоқи ҳизбҳои заиф мехоҳам. соли 2012 раиси ҷумҳуре ки аз халқ дур бошад. соли 2013 ҳайати фармондеҳии нави инқилобро мо ҳамин хел бурд мекунем. эсад пекасро бубинед. хуш омадед хонум малика. хуш бошед. саломат бошед. ба бачаҳои инҷо чӣ шуд? моҳвизонро куштанд разилон. хонаро тамоман тагойрӯ кардаанд. ҳеҷ аз ин бало халос наёфтем. лабай ҷаноб. бале, маликаро халос кардем. майлаш, танҳо аз шумо як хоҳиш дорам. бояд бо атена танҳо монам. шумо ба йигит занг зада метавонед? майлаш, ташаккур ҷаноб. шукр ки саломат ҳастӣ. сардорам, бубахшед. шуморо ташвиш додам. ҳама ҷошро кофтед? тоза аст. ҳама чизашро иваз кард. майлаш, ба хона дароед. ана дар куҷо пинҳон шудаӣ, марди вен? фотеҳ куҷост? ба пейҳонер додам. нохост ба хона даромаданд. ягон кор карда натавонистам. баста бурданд. хеле тарсидам. парво накун. ҳамааш гузашт. дигар даромада наметавонанд. ба наздики ҷазои ҳамашонро медиҳам. ба ин ҷо якчанд мутахассис равон мекунам. омада бинанд ки мабодо ягон таҷҳизоти гӯшкунӣ нагузоштаанд. лабай? йигит салом, ман писагор. бубахшед, ман ҳозир. лабай оғо, шуморо гӯш мекунам. ин аҳволро бинед. аз барои ту чӣ азобҳо мекашем. ман чӣ кор кардам? рӯзномаро гирифта натавонистам. марди венро наёфтам.
همه این نمیرسید باز به دست ایکت اسیر شدی. به خاطر تو خرخان را با آنها مجبور شدیم دهیم. یعنی حجت رو من عوض کردم. خدای توبه، به من تهمت میکنند که ناهده برا هستم. مرا گوش کن، حاضر در اینجا تو را میکشم. با یگید چه جواب میدهید؟ تو کردن نتوانستی، لیکن من هم ایکته و هم مرد ایون رو پیدا کردم. بعد از یک چند ساعت نه ایکته میمانه نه مرد ایون. او را باید یگید میکشت. چرا پیسگار از فکرش برگشت؟ پیسگار از تو تماما دست کشید نازنین. چی گفتنی هستید؟ تو را هم از وظیفه کافتن روزنامه و کافتن مرد ایون میگیرم. حتی به نزدیکی یگید رو هم از وظیفهش میگیرم. شما با این حق ندارید. تو همین خیلی فکر کن. فهمیدم مایلش. بله فهمیدم. یگید من باید به کار روم. مایلش آقای کبیلری. گذشته شود خانم ملکه. یگان خبر هست؟ ثابت کرخان را با یک کاروان آورد. تخمین کنید در درونش کی است؟ مردی وین؟ بله. گم نکنی باز. من بچه ها را جمع کرده می آیم. همش را در آنجا با آخر می رسانیم. مرد ایون را در آنجا گور می کنم. این قدر گپ زدی؟ چی کارت بود؟ چی شد؟ انا ممدوک امروز از کارت موندی. کی جواب میدهی؟ نمیدانم. بعضی ها به بلندی ها پریدن را سر کردند. اپای هنر به شما مژده دارم. اینقدر خورسندی چی شد؟ گوش کنید. انا ممدو با من تکلیف خانه داشته کرد. راست میگویی؟ خدایا چیکار کردی اکای ممدو؟ تمام شدیم تمام. الپرین تو وظیفه‌ات رو تیار کن. قبول کردی؟ چی گفتی؟ چه خیلی زود قبول کنم؟ کمی ناز کنم گفتم. ناز کن. با مردها این هم کم است. انگشترین زیبا بوده است. خوب فکر کنید. لیکن این کار خیر رو به تأخیر نگذارید. من هم همین خیلی فکر میکنم. اپای هنر از پدرم پول گرفته نمیتوانم. روزنامه درآمدی خوب ندارد. ممدو هم 3 تنگ معاش میگیرد. خونه کرایه گرفته نمیتوانیم. نمیدونم چیکار میکنم. خدایا چیزایی فکر کردت رابین. اینجا خانه کلان است. در دسترخوان یک طبق زیادتی میگذاریم. خدایا مگر این خیلی میشود اپا؟ به شما سرباری میشویم؟ هرگز. مگر خوب نیست همه یک جایه میشویم. همین طور جانی من. بله اکای ممدو همه آید. بله توی میشود. الپرین در داخلند. خوب. به یگید حقیقت را میگفتم لیکن مرا گوش نکردم. این کار را با من بذار. من با او میگویم. نامادی کار همین که هنوز فکر میکنن که اتیلا را از خانه ما گریزانده. فکر نکن ثابت. یگید را بر ضد ما شورانده ایستادن. یعنی برای همین وقتی که را بودن همین ها را پرسید. همین خیلی پیشتر هم شده بود. گناه را با ما با ایکات بار کردن. با یگید همش رو نشان میدن. جاسوس ارکین کندو بودنی نامزدش را باور میکند. حتی ممکن به گروه ما داخل شود.
این رادیو رو کم پاس کن. یگید تو باید به من بعضی چیزها رو فهمونی. کسی که مرا اسیر گرفته بود کیست؟ او را از کجا میشناسی؟ بیا شین در اینجا. بیا. بله، به تو باید حقیقت را گویم. تا امروز از تو بعضی چیزها را پنهان میکردم. بله، برای بیخطری تو و کودکمان فاتح. چه ها میگویی یگید؟ مرا میترسانی. فعالیت من در شرکت محافظی ساخته است. چی گفتی یگید؟ من به وطنم، به آینده وطنم خدمت میکنم. وظیفه مخفی. متاسفانه به تو گفته نمیتوانم. همین قدرش را دانی بسنده است ملکه. این چه خیلی وظیفه است؟ یعنی آقای کوبیلای هم در این کار است. میدونستم که چیزی را از من پنهان میکنی. میدونستم که از من پنهان میکنی، لیکن نمیدونستم که تو این درجه. خواهش میکنم از من در این باره نپرس، التماس. یعنی حیاتم همه وقت در زیر خطر میشود. گوشم در تلفن همه وقت خبری مرگ تو رو انتظار میشوم. همین خیل. بله همین خیل. این را دانستنت خوب است البته، چون که روز خانه‌دار میشوی. اکنون که حقیقت را فهمیدی، با من خانه‌دار شدن را قبول میکنی؟ بچه ها، اول مرد ایون رو میکشید. از اینجا هیچ کس زنده نمیبراید. فهمیدید؟ فهمیدیم. دندان به دندان، خون به خون. از اینجا مرده امان میبرد، لیکن مرد ایون زنده نمیبراید. تقسیم شوید. نتیجهش چیزی که نشود. تو رو و فاتح را خیلی دوست می‌دارم. چی کاری که نکنی همه وقت با تو میشوم. یگانه چیزی که میخواهم تو باید به من باور کنی. وعده میدیم که هیچ وقت یگان کاری خطایی نمیکنم. همش برای وطنمان ملکه، برای وطنمان. وای، مسئله نکاحمون رو که حل میکنیم؟ در روزهای نزدیک. اگر خواهی رفته پیشکی نکاح میکنیم. جانکم اگر این خیلی میشود؟ البته میشود، خیلی خوب میشود. بعد ماهی اصل شروع میشود. 2 هفته به خارج کشور میرویم، هر دیمان تنها. راست میرویم؟ البته میرویم جانم. فهمیدم. مایلش برای چی این تلفن چیز میکند؟ مایلش شما باز یک بار دیگر نگاه کنید. اکنون فهمیدم. قراخان در درونش خبر رسان گذاشتن. زود اینجا را خالی کنیم.
رئیس احتیاط کنید. سلاح ها را گیرید. سردار احتیاط شد. مردیوه بعد از یک چند سال نهایت باز وا خوردیم. لیکن اکنون تو مرده هستی. از تو و از پیشگار حساب نمیپرسه. نیت مردن ندارم پیکاس. سردار شما مردیوه هستید؟ حاضر وقتی این گپ ها نیست. از اینجا برآمدگاه هست. خیلی تون حرکت میکنند. با قفا گردیم چی؟ حالا وقتی ترسیدن نیست. یا ما میمونیم یا اونها. رفتیم زودتر. رفتیم. سردار مهم شما هستید. اول شما از اینجا برای ما در اینجا میمونیم. هرچی که گفتم همون را کنید. برآمده با ماشین سوار میشویم. رفتیم. صدایشان نمیبراید. مردند به فکرم. در اون جایند. چگل اینها برآمدند. فراخان بیا رفتیم. رفتیم. بنداز. الو گپ زن پیکاس. مردیوین را کشته نتوانستیم. خیلی با قوت بودند. زورمون نرسید. زود به اینجا بیایید. میل جناب. چخیل از آنجا زنده برآمدند. چخیل رفتیم. من نتوانستم. اینطور نگوی. تو از دست چیزی که اومد کردی به وطن خدمت بزرگ کردی. یعنی مرد ایون شما بودید. در نزد شما مردن برای من شرف است. مرد ایون. قراخان بیسرم. قراخان بیسرم. قراخان قراخان. خدا رحمتش کند. همدردیم رو قبول کنید سردار. قسم میخورم. خواستم رو میگیرم از آنها. از همه اشون یک با یک جوابش رو میپرسم. این وطن رو از حرام ها تازه میکنیم. با تو وعده میدیم. وعده میدیم. سردار اینجا با جهنم مبادل گردیده است. همه جایها پر از تیر. لیکن نه یک جسد است و نه داغ خون. هیچ چیز نیست. عجایب. سردارم نگاه کنید چی یافتم.
سردارم در اینجا چیزی هست. ببینه سردار. همین خیل جزدان را ثابت به من داده بود. یعنی گفتنیت که با آنها علاقه دارد؟ چرا نه؟ سردار نجیب زنگ میزند. جواب ده البته. سلام آقای ثابت. ما در یک کارونسرای هستیم با بچه ها. این کار به تو علاقمندی دارد. از کجا برآوردی که با ما علاقه دارد؟ من برآوردم. جای حادثه رو کافتکاو کردند، آنها برآوردند. در اینجا یک جزدانی پیدا کردم که به جزدانی که تو به من داده بودی مانند است. حیات عجیب است، همه چیز شده میتواند. یک پرسم گفتم یگان علاقه دارد؟ پلیس تو هستی کافته یو؟ کافته میابم لیکن به دستم افتی به قفس محکم میکنم. کار دیگر جورگی دیگر. تو این را باید دانی. تو چی خیلی که خواهی؟ در نزد قانون گردنمان از موی سر بزرگتر است. قد میکنم تا بازدی. بیا رفته مکنم. سردار کجا میرویم؟ ما باید دانیم. من در خانه میایستم. اما یگید آنجا رو میداند. یگید مهم نیست. مالش تا بازدی. توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نون تو شکستگی. مردم چی میگویند؟ همش نقص میشن. خوشنود جو ایش چیز. چی گفتنی هستی؟ روزنامه را گرفته نتوانستم. مرد ایمه را نیافتم. همه این نمیرسی، باز به دست ایکت اسیر شدی. از اتنا دست کشیدن آسان نیست پیکاس. باز همان روزنامه را گرفته برایت نزنم. ملکه تو چی کار میکنی؟ چی شد به تو؟ کمی زیق هستم، برای همین غمگینم. نباشد من رفته فوتیا رو میارم. بگذار بچه ها روند. تو برای چی میروی؟ ای بس که به خانه اکای نجیب آدمان بیگانه را فرستیم. بعد 1 ساعت من گشته میآیم. کنی بینم این دفعه به کجا میرود. شد اکنون شد. بی تجربه هایتان به یک تین نمی ارزد. مرا گوش کن پیکاس. من همه چیز دارم لیکن رحم ندارم. نفهمیدیم چی خیل برآمدند. معذرت نیو، به من راه حل را گبزن. تو را بار آخر آگاه میکنم. آبی چشمت را نگاه نمیکنم. نمیگویم که 40 سال باز یک جا کار میکنیم. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. اینجا کجا باشد؟
روز 7 آگوست سال 1982 لوان یک مکشیان و یک رفیقش از گروه تروریستی اصلا در فرودگاه اسنبوغی انکارا تیرپرانی کردند. در این تیرپرانی از سلاح خودکار و بمب‌ها استفاده برده حمید یحیی جانشین مدیر کل امنیت و 8 آدمان شهید شدند. 72 شهروند زخمی شدند. تا 30 نوامبر 1983 بر ضد گروه اصلا 195 عملیات صورت گرفت که 39 نفر شهید شد. چرا این خیل شد نمیدانم. در حقیقت ارمنی ها از روزی که ترک ها به انادولو در آمدند تا امروز با سلجوقیان و عثمانی ها ملتی باوری نگذاشتند. ترک ها انادولو را وقتی که گرفتند ارمنی ها را همان وقت از دست بیزانس ها نجات دادند که در زیر زون بود. ارمنی ها هم هیچ وقت عثمانی ها را و ترک ها را در وقت جنگ از پتو نزدند. در تاریخ مثال ندارد. لیکن 200 سال اخیر ارمنی ها به خاطر در ساحه طب، تجارت و صنعت فعال بودنشان گروه فرمانده کم شمار را بر ضد ارمنی ها و رومی ها دشمنی پیشه کرده این شهروندان را بر ضد دولت شورانیده. در ترقیات اتحاد این فرمانده های کم شمار داخل شده متاسفانه بر ضد ارمنی ها و رومی ها زهر دشمنانه چکاندند. از دیگر طرف ارمنی ها و رومی ها را بر ضد دولت کردند. اصلا انا همین خیل حاصل زهر چکانده شده است. اینجا کجاست؟ یگید کجا شد؟ حافظ ما می آید. این آدم از کجا بر آمد؟ در اینجا چی شده ایستاده است؟ حافظ حافظ تو در کجایی؟ حافظ تو آمدی؟ کسی دیگر رو انتظار بودی؟ نه چی شد به تو؟ طبعت خیر است؟ خرسند نیستی؟ کار دنیا همین طور است. بعضا شاد میشوی، بعضا گریه میکنی. همین طور است. میلش خودت میدانی. شرط نیست که حتما گپ زنیم. این دفعه خاموش میستیم.
میدونی چی؟ در این دنیا هیچ چیز اصیل نیست. چه خیل مثلا؟ درباره من چی میدونی؟ یگان چیز، یک غریبی هستم که کاغذ جمع میکنم. گر نباشم چی؟ مجبور میشم که سلاح را به کار برم. گردم حافظ، تو البته بسیار چیزها را میدانی. از ظاهر چقدر آموخته میتوانی. نگاه کن، کائنات هم چیزی میگوید. من اثر حق هستم میگوید. کی دیده میتواند؟ کی شنیده میتواند؟ آدم کم است مگر؟ شاید تو مرا خوبتر شناختن میخواهی. شاید در این خانه تصادفاً واخوردیم. خواهی تصادف گوی، خواهی تقدیر، اما یکدیگر ما را خوب نشناختیم. بیا خوبتر شناس میشویم. من راستی در اینجا کسی هست؟ کی هست در اونجا؟ در اینجا کی هست؟ کیست در اینجا؟ سگ تو بوده است حافظ. باز کجا گم شدین حافظ؟ یعنی گفتنی بوده که تو هم از پی روزنامه هستی. من اگر تو را پیدا کرده حقیقت را آشکار نکنم، نامم یگید نباشد. روزنامه رو میگفتید همین طور نه؟ انا به شما روزنامه. تو این را از کجا یافتی؟ یگید را تعقیب کردم. با محله ستولچه به یک خانه در آمد. از خانه الفلی؟ بله. وای خانه مرد ایون که ایرکاندو ساخته است. تنها این نه، یکی در اونجا با یک کس بخورد. انا این مرد ایون که یگید را گرفته است. این نمیرسید. یعنی یگید ما را فریب میکند. نه، یگید آدم را حافظ میگوید. با فکری من خبردار نیست که وای مرد ایون است. باوری داری؟ از گپاش همین خیلی فهمیدم. هنوز فرصت داریم که پسر پدر را کشد. فکر میکنم همین خیلی است. من فکر میکنم که اکنون قراری اتینا را سری نو دیده میبراید. اکنون چرا از نظر گذراندنم را تو قرار میدهی؟ من باور نمیکنم که شما این خیلی قرار میبرارید. لیکن البته بعضی ها رو گوش کردنتون ممکن. تو از حد گذراندی. خاموش. از حد نگذرانیدم. برعکس کی بودنم رو به یادتون آوردم. من برای این دعوا جانم رو میدهم. این رو باز یک بار دیگر اثبات کردم. خیلی بی تربیه بوده است. اینقدر بیرو بودنش رو دیدید؟ اگر برای یگید به او احتیاج نمی داشتیم من میدانستم چی کار کنم. شما از این چی فایده میبینید؟ چی گفتن میخواهی؟
مادامی که میخواهید یگید پدرش را کشد، دشمنی را زیاد کردنی هستید. باز چی نقشه داری پیکاس؟ نقل کن کنی؟ چی خیر؟ تاریخ از تکرار شدن عبارت است. به نزدیکی یگید و ملکه خانه‌دار میشوند. یگید زنی پیشترش را هنگام نکاح از دست داده بود. یعنی برای چی تاریخ تکرار نشود؟ یکی از آدمهایمان روزی توی لباس یکت پوشیده ملکه را کشد. یگید باشد پوستی مرد ایوین را میکند. یعنی میخواهی من با ملکه خدا حافظی کنم؟ بله، لیکن فکر نمی کنم که بسیار چیز میخواهم. چی فکر میکنید؟ مادام که برای این دعوا جانم را میدهم گفت، کنی اکنون جانش را دهد؟ бори аввал дар тоҷикистон узмуни беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ миёни беҳтарин гурӯҳҳои ҳаҷвӣ коқи борбад 23 май соати 17 довталабон барои мақоми беҳтарин гурӯҳи ҳаҷвӣ ғарибшо компания خندین کمان السلام علیکم کیتو دانا بازاردaki आवाज salam baat ka olmuş تو کیتو بگیرید با کارمن oyundan نفهمی شکرخند sana جون یک کاسه و بیار چی очай бикавазика кайфулову мастуло арабшо компания рафтем так точно робии маҳфил аловиддин абдуллоев ва мастура ортиқова озмун аз рӯи номинатсияҳои тақлид суруди ҳаҷвӣ саҳнаи ҳаҷвӣ ва монолог бо тариқи овоздиҳӣ аз $1 сурат мегирад. гурӯҳи ҳаҷвии беҳтаринро автомошинаи ваз 2107 интизор аст. ду гурӯҳи дигар ки мақоми дуюм ва сеюмро ишғол мекунанд соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ қиматбаҳо хоҳанд буд. телефонҳо барои маълумот 907 50 28 28 907 79 28 28 907 59 28 28 фурсат фаро расид. ишқи суман ва меҳроб ошкор мешавад. рӯзгори пурмоҷарои як ҷавони деҳотӣ, тапиши қалб, ранҷи модар, интизорат мешам, ҷудоӣ ва дидор, баҳори ишқ ва хазони андӯҳ. арзандатарин роҳ дар филми меҳроб. рӯзҳои наздик ҳамсадо пешниҳод мекунад.